شارژ حساب کاربری از طریق ووچر پرفکت مانی. ابتدا شما میبایست کد ووچر را از یکی از صرافی‌های معتبر تهیه کنید. سپس از گزینه 3 خط بالا سمت راست روی گزینه افزایش موجودی کلیک کنید. در این صفحه شارژ از طریق ووچر پرفکت مانی را انتخاب کنید. در این مرحله میبایست 2 گزینه کد ووچر و کد فعالسازی ووچر را که از قبل تهیه کرده اید وارد کنید. سپس با وارد کردن کد امنیتی نشان داده شده در تصویر روی گزینه شارژ حساب کلیک کنید. حساب کاربری شما با موفقیت شارژ شد.